به نام خدا. دوستان سلام، وقتتون بخیر باشه. در این ویدیو من قصد دارم در مورد ایستگاه روانشناسی و همدلی یه سری توضیحاتی خدمتتون ارائه کنم. امیدوارم که براتون مفید باشه. اول بریم ببینیم مثلا میخوایم در مورد چی صحبت بکنیم. هدف اصلیمون چیه؟ ساختار ایستگاه به چه شکلیه؟ سناریوهای شایع و در نهایت یه خلاصه هم خدمتتون ارائه میشه. خب بریم سراغ هدف اصلی. ببینید کلمه هست به اسم attention یا توجه که از یک کلمه لاتین به اسم attender. یعنی چی؟ یعنی به معنای دست دراز کردن به قصد کمک. دست دراز کردن به قصد کمک. و در واقع تعریف همدلی یعنی یک تمرکز روی دیگران هست که شالوده همدلیه در واقع و یک تمام‌بندی بسیار مهمی برای ساختن روابط اجتماعی و برقراری ارتباط. و اگر بخوایم خیلی ویژه تر بخوایم نگاه بکنیم، دومین و سومین ستون هوش عاطفی یا همون EQ مربوط میشه به همدلی، توانایی همدلی. و اولین ستون اصلا هوش هیجانی خویشتن آگاهیه. پس ببینید این EQ چقدر مهمه و چقدر میتونه توی موفقیت شما تاثیرات بسیار مهمی داشته باشه. و اگر دقت کرده باشید مدیرانی که حالا در لول‌های بالایی هستن مدیرهای موفقن که میتونن خیلی خوب روی دیگران تمرکز کنن و در واقع اون زمینه تفاهم مشترک رو جدا میکنن و از همون استفاده میکنن برای اینکه بتونن یک ارتباطی رو برقرار کنن. ما بیایم صحبت کنیم که همدلی چند بخشه. ما یک سگانه‌ای داریم، سگانه همدلی که یعنی یک همدلی شناختی هست، یک همدلی احساسی و در لول آخر یک نگرانی همدلانه هستش که حالا به تفصیل میام در موردش صحبت میکنم. اولا که اینو باید بدونیم که همدلی از نظر ما اغلب یک تک خصیصه است، در حالی که اگه به دقت بهش نگاه بکنیم متوجه میشیم که 3 بعد داره و تمرکز روی هر کدوم از این قسمت ها مهمه. خب همدلی شناختی یعنی توانایی این که من درک کنم دیدگاه فرد دیگر رو. دیدگاهش چیه نسبت به اون قضیه؟ این میشه شناختی. احساسی یعنی چی؟ یعنی که من بتونم درک کنم احساسی که اون شخص داره و اون چیزی که داره حس میکنه. و این خیلی فراگیره. ما انسان ها توانایی اینکه حالا یک شخصی داره یک درد جسمی رو، به خصوص توی پزشکایی اینو میخوام توضیح بدم، یک درد جسمی رو متوجه میشه، یعنی داره میبینه که یک شخصی داره یک درد جسمی رو تجربه میکنه، دقیقاً نورون های مربوط به درد هم توی اون شخص فعال میشه. ولی همدلی از نظر احساسی توی انسان ها ضعیفه و هر چقدر که شما ارتباط کمتری با شخصی که روبروتون هست داشته باشید، این توانایی همدلی هم باز ضعیف تره. و حالا هر چقدر هم که این ارتباطتون نزدیکتر باشه ممکنه که همدلی اتفاق نیفته، همدردی اتفاق بیفته و این درست نیست. چون دلیل اینکه اصلا اومده به عنوان یکی از ایستگاه‌های مصاحبه لیسانس پزشکی گذاشتن همدلی، به خاطر اینکه یک آیتم بسیار مهمیه تا شما به عنوان حالا یک دانشجوی پزشکی و یک پزشک بلد باشید تا بتونید یک ارتباطات موثری رو برقرار بکنید تا بتونه به شما و هم به بیمار کمک بکنه. خب توی همدلی شناختی در واقع شخص رو قادر میکنه که دیگران رو از نیازهای خودش آگاه میکنه. خب یعنی یک توانایی ضروریه و
این توانایی رو باید بلد باشید. اگر بلد نباشید نمیتونید ارتباط خوبی با بیمارتون برقرار کنید و این بسیار آسیب زننده خواهد بود. توی همدلی احساسی ببینید اینطوری میشه کلا، حالا این بحث سوساید و اینا آمد یه توضیح کوچیکی خدمتتون ارائه کنم، به خاطر اینه که این روی روان ما تاثیر بدی میذاره، به خاطر اینه که ما کلا انسان ها موجوداتی هستیم که خیلی تاثیر میپذیریم. الگوی مغز من میشه با الگوی مغز شما جفت میشه و به خاطر همینه که میگن آدم های اطرافتون بسیار بسیار میتونن تاثیرگذار باشن در فکر شما، بینش شما و زندگی شما. خب توی یه همدلی رو طبق چیزی که دارید توی اسلاید میبینید باید بیاموزید، به خصوص همدلی عاطفی رو. هلن رایس مدیر برنامه‌ریزی اجتماعی و علوم ارتباطات حالا یه تحقیقاتی اومده توی بیمارستان بوستون درباره پزشکان اومده انجام داده. به خاطر چی؟ برای اینکه بتونه کمک بکنه که پزشکان در این که دارن کار میکنن خودشون رو فراموش نکنن. چرا؟ چون وقتی که خودت رو فراموش میکنی و دچار همدردی میشی، اون تمام اون احساسات و ایمپالس ها به خودت برمیگرده و اینطور میشه که ممکنه افسردگی و یا یه جاهای خودت هم انقدر تاثیر بذاره که سوساید رو تجربه بکنی. رو همین حساب بسیار مهمه. و خب اینو اومدن تحقیق کردن، متوجه شدن که برای اینکه حالا پزشکان بتونن کنترل کنن، میان همدلی رو با همدردی اشتباه میگیرن و این همدلی رو کلا از بین میبرن و تمرکز میکنن روی مشکل بیمار و چون نمیتونن ارتباط خوبی برقرار بکنن، اون نتیجه درمان نتیجه خوبی نمیشه. پس ببینید که چقدر مهمه. ساختار کلی ایستگاه اینه که حالا توی این ایستگاه یا بیمارنما دارید یا یک سناریویی هست که اونجا شما میخونید، روی برگه این نوشته شده و اونجا کسی که به شما نمره میده و ریز به ریز به جزئیات رفتار شما توجه داره، حالا یک مشاوره، یک روانشناس، حالا به هر حال اونجا نشسته، به شما اصلا توجه نمیکنه، شما اصلا نباید باش کاری داشته باشین، صرفا حالا یه سلام علیکی میکنید، وارد میشید و بعد رول پلی خودتون رو میرید که حالا بستگی داره چی باشه. اصلا هم به شما کاری نداره و شما باید این توانایی رو داشته باشید. اگر بیمارنما باشه اصلا تمام توجهتون به اون بیمارنمای باشه، باش صحبت کنید، باید ارتباط برقرار کنید. این توانایی شماست دیگه. و بعد حالا اگرم سناریو بود که تماما انگار بهش توضیح میدی به اون روانشناس، اون شخصی که اونجا نشسته و انتظار نداشته باشید که شما رو تایید کنه هر چیز دیگری. نه، اون صرفا داره کار خودش رو انجام میده و بسیار هم حرفه‌ای هست. اینکه مثلا ممکنه که یک نقدی رو از شما بخواد. خب توی قسمت سوم همدلی که در واقع نگرانی همدلانه هستش، در واقع یک احساس دولب است. این که میگیم همدردی خیر و همدلی آری، به خاطر همینه، به خاطر اینه که ما درد و رنج آدم ها رو عین درد و رنج خودمون تجربه میکنیم و ممکنه که اگر آگاهانه این فرایند رو انجام ندیم یه سری مسائلی بر خودمون پیش میاد و اینکه اگر غالب بشه ممکنه که خودت اون رنج رو تجربه بکنی و اصلا حرفه‌ای هم نیست. خب بریم چند تا نمونه سوال رو با هم بررسی کنیم. خب ببینید تمام سناریوهایی که شما خواهید دید شبیه به اینه حدس زده میشه. یعنی شاید بخوان مثلا
مثلا فردی 3 بار آزمون علوم پایه رد شده، مثلا بشه فردی 3 بار آزمون کنکور رو رد شده، فردی 3 بار آزمون لیسانس پزشکی رو رد شده، یه همچین چیزهایی. یا مثلا نقد آزمون لیسانس پزشکی ممکنه برای شما تکرار بشه، یا مثلا یه چیزی شبیه به یک فرآیند PTSD، مثلا شما با دوستتون وارد فرودگاهی میشید، متوجه حال بدش میشید و بعد متوجه میشید که ایشون مثلا پدرشون خلبان بوده، تا یک ثانیه هوای جونش رو از دست میده، یا اینکه مثلا فرد قصد شرکت تو آزمون لیسانس پزشکی رو داره. یعنی همهشون به این شکل از 3 تا فرآیند کلی پیروی میکنن که اگر شما بتونید خوب اون رو اجرا کنید و انجامش بدین، میتونید نمره کامل رو بگیرید. مثلا فرد قصد شرکت تو آزمون لیسانس پزشکی رو داره، مثلا اصرار خانواده‌اش اینه که شرکت کنه ولی خودش احساس ناتوانی داره و فکر میکنه که نمیتونه. اوکی؟ یعنی که فرد خیلی دوست داره تو آزمون شرکت کنه ولی خب حمایت خانواده‌اش رو نداره. ممکنه این هم باشه. توی جواب دادن به همچین چیزهایی ما باید چیا رو لحاظ کنیم، چیا رو انجام بدیم. بسیار مهمه. تو 3 تا سگانه همدلی گفتیم که اول باید از نظر شناختی درکش کنیم، اینکه چه دیدگاهی داره. الان مثلا فرض 3 بار آزمون علوم پایه رد شده، مسلما این 3 بار رد شدن احساس این که تو نمیتونی، احساس یأس، ناامیدی، تمام اینها رو، و اینکه یه احساس این که این آزمون خیلی سخته، من دیگه نمیتونم از این مرحله رد بشم، و یه اضطراب و استرس خیلی زیاد، اینکه من اگه این بار رد بشم دیگه تمومه، و این در حالیه که دچار یه مشکل خانوادگی هم داره. خب ممکنه به شکل‌های مختلفی همه ما اینا رو تجربه کرده باشیم. در دیدگاه اول به جای که بگید که مثلا روانشناسی زرد مثبت اندیشی که بگی آره تو میتونی، حالا مثلا نشد و فلان، به جای که بخواید انکارش کنی، سعی کنید درکش کنید. بگید آره من میدونم حالا مسائل خانوادگی، مشکلات خانوادگی هم این سری داشتی یا مثلا از قبل داشتی، حالا دیگه بسی به خودتون داره دیگه چطوری بخواید توضیح بدید. بعد مثلا اینکه آره واقعا مثلا 3 بار این آزمون رو رد شدی، حالا نتونستی بخونی، میدونم مثلا این احساسات رو تجربه کردی و مثلا حالت بد شده و اینا، و خیلی نگرانی که اگر این بار هم رد بشی کلا مجبوری که تغییر رشته بدی. بهش بگو که من کنارتم. در واقع اون بحثی که اول صحبتم خدمتتون عرض کردم، کلمه attention، خب کل بحث همدلی روی همین کلمه attention میچرخه. شما در کل صحبت 7 دقیقه‌ایتون باید به شخص نشون بدید که من بهت توجه میکنم، من تمام توجهم به توه، حالا میخوام به شکل‌های مختلف، حالا راهکار میخوام بهت بدم، میخوام بهت گوش بدم، میخوام بهت احساساتت رو درک بکنم. همه اینا یعنی که من دارم به تو توجه میکنم. در لول اول شخص باید گوش کننده فعالی باشه تا نشون بدی همدلی تو. گوش کننده فعالی نیست که فقط نگاش کنم، حالا درسته ارتباط چشمی هم مهمه، ولی این نیست که من فقط نگاش کنم و هیچ حرفی نزنم. نه، این نیست. گوش کننده فعال باید بتونه به شخصی که داره حرف میزنه بازخورد بده، نه اینکه اون دیدگاه بالا به پایین رو داشته باشه، نه مثلا تو سرزنشگر باشی، تو چرا این کار رو کردی، مثلا تو اشتباه کردی، نه، ولی بهش بازخورد بدی که آره آها این اینطوری شد، اینجوری شد، مثلا تاییدش کنی، متوجه شدم، مثلا آها من اینطوری متوجه شدم که تو مثلا این آزمون علوم پایه رو به خاطر اینکه حالا منابعت بد بوده و یا اینجور چیزا رد شدی، درست متوجه شدم، و بعد ادامه صحبتش. یعنی در طی این فرآیند مجبورش کنید که با شما ارتباط برقرار کنه، و این گوش کردنه رو باید گوش کننده فعالی هستید رو باید بهش نشون بدید. و در این حال هم بهش نشون بدید، مثلا بگید که من کنارتم، من کمک میکنم به شما، مثلا اون